درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 34. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتابی 4، بابی 3. گذشته از این من نسبت به گیپوکینتاور برتری‌های زیادی خواهم داشت، زیرا که او تنها با 2 چشم نگاه و با 1 گوش آواز را میشنود. من باشم با 4 چشم میبینم و با 2 گوش صداها را میشنوم. آخر میگویند که اسب با چشمانش چیزهای بسیار را میبیند پیش از آن که آنها را انسان ببیند و او پیش از انسان چیزهای بسیار را شنیده به او خبر میدهد. پس کوروش مرا در قطار آنهایی بنویس که برای یاد گرفتن اسب سواری شوق کلان دارند. به نام زیوس قسم میخوریم، همه با 1 آواز گفتند. نامهای ما را هم بنویس. بعد از آن کوروش گفت: پس چرا در این حالت از بس که همه ما با شوق زیاد اسب سوار بودن می خواهیم قانونی را قبول نکنیم که طبق آن برای هر کسی شرمندگی است که اسب را از من قبول کرده، ناوابسته از آن که راهی کوتاه یا طولانی در پیش است پیاده راه می گردد. آنگاه آدمان ما را حتی همچون گیپوکینتاورها اعتراف خواهند کرد. چنین بود پیشنهاد کوروش و آن را همه پذیرفتند. از آن زمان تا کنون در بین پارس ها عادتی سوارگردی معلوم است و در یگان جا پارسی اصیلی را نمی بینی که پیاده سفر کند. با چنین صحبت ها آنها در آن دوره وقتشان را می گذرانیدند. کتابی 4، بابی 4. وقتی که روز الکی به سوی شام میل می نمود، سواره های مادها و گرکنها رسیده آمدند که پیشا پیش آنها غنیمت جنگی، گله اسپان و اسیران، دشمنانی را که اختیاراً اسلحه‌شان را تسلیم نموده بودند به قتل نرسانیدند. آنها به اردوگاه اسب سوار
وارد گردیدند و کوروش قبل از همه از آنها پرسید که آیا همه اشان زنده و سلامتند؟ ایشان جوابی مثبت دادند. پس از آن پرسید که آنها چی کارنمایی صادر نمودند؟ مادها از شجاعت خود فخر کرده درباره کارنمایی که به جا آوردند سخن راندند. کوروش هر آن چیزی را که به او گفتن می‌خواست با ذوق گوش کرده، سپس آنها را با چنین سخنان تعریف و توصیف کرد. عموماً معلوم است که شما مثل آدمان شجاع رفتار کرده اید. شما حتی از پیشتره، بلندتر، زیباتر و پرقوتتر به نظر می رسید. سپس از آنها پرسید که آیا راهی طی کرده اشان بزرگ است و آیا این سرزمین اهالی نشین است؟ آنها جواب دادند که قسم زیادی مملکت را عبور کرده اند و همه جای آن اهالی نشین است. در آن گوسفند و بزها، چاروای کلان شاخدار و اسبها می چرند. آن محصولات نانی را فراوان می دهد و عموماً از همه نعمتها غنی است. ما اکنون باید درباره دو چیز غمخواری کنیم، گفت کوروش. اول درباره تواناتر شدن در مقایسه با صاحبان این کشور. دویم کاری کرد که اهالی مملکت در جای خود باقی بماند. زمینی که در آن آدمان استقامت دارند از همه چیز گرانبها بوده، اگر از آدمان خالی شود به بیابان مبدل گردیده تمام ثروت خود را از دست می دهد. من می دانم، علاوه کرد کوروش، شما دشمنانی را که مقابلیت نشان داده بودند تارمار نمودید و درست رفتار کردید. محض همین رفتار غلبه را پایدار می گرداند. آنهایی را که سلاح‌هایشان را به زمین گذاشتند شما با خود اسیر آوردید. اما اگر ما حالا آنها را رها کنیم به اندیشه من این هم برایمان مفید خواهد بود. اولا ما نباید از آنها حذر کنیم و آنها را محافظت کنیم. ثانیاً به ما لازم نیست که به آنها غذا دهیم، زیرا در عکس حال آنها را ما با گرسنگی به کشتن خواهیم سپارید. بعداً اگر ما آنها را رها کنیم شماره بیشتری اسیران را تحت اطاعت خواهیم داشت، زیرا که اگر ما این سرزمین را استیلا نماییم همه آنهایی که در آن حیات به سر میبرند اسیران ما میشوند و چون میبینند که هم قبیلگانشان بی ضرر و آزادند از آن که با ما جنگ کنند در خانه ماندن و فرمانبرداری را اولاتر خواهند دانست. اندیشه من چنین است و اگر کسی راهی حل و فصل عاقلانه تر را پیشنهاد کند بگذار فکرش را بیان سازد. سخنان کوروش را شنیده همه اشان رازیگی دادند که موافق گفته های او رفتار خواهند کرد. آنگاه کوروش همه اسیران را دعوت نموده در پیش ایشان چنین سخنرانی نمود: آدمان، حالا شما با اطاعتکاری حیات خود را نجات دادید. اگر شما در آینده نیز همین طور رفتار کنید حیاتتان بی تغییر باقی میماند، به استثنای آنکه شما را دیگر باره حاکمان سابق راهبری نمی کنند. شما در همان منزلتان زندگی و همان زمینتان را کشت و کار نموده با همان زنهایتان عمر به سر می برید و فرزندان خود را مثل حاضره تربیه می کنید. شما تنها باید نه با ما
و یا با یگان کسی دیگر به جنگ وارد نگردید. اگر کسی شما را آزار دهد، ما محافظتگرانتان خواهیم بود. شما باید تمام یراق و اسلحه را به ما سپارید تا که یگان کس از شما طلب نکند که در جنگ شرکت ورزید. آنهایی که اسلحه‌شان را می سپارند با زندگی آسایشته تأمین گردیده، هر آن چیزی که ما وعده می دهیم از فریب خالی خواهد بود. به مقابل آنهایی که یراقشان را به زمین نمی گذارند، ما جنگ خواهیم کرد. اگر کسی از بین شما که در اردوگاه ما قرار گرفته وفاداریش را هم به قول و هم در عمل به اثبات رساند، ما با او نه همچون غلام بلکه همچون دوست و رفیق مناسبت خواهیم کرد. این سخنان را خودتان در خاطر نگاه دارید و به دیگران نیز رسانید. اما اگر کسانی پیدا شوند که فرمان بردار بودن نمی خواهند، در حالی که شما رازگی خود را بیان می کنید، ما را به مقابل این طایفه آدمان راهنمایی نمایید تا که نه آنها بلکه شما به آنها حکمرانی نمایید. کوروش چنین سخنرانی نمود. همه محبوسان در پیش پای او رو به زمین افتادند و وعده دادند که فرمان او را اجرا می کنند. کتاب 4 باب 5. وقتی که آنها رفتند، کوروش گفت: مادهای و ارمنی‌ها وقتی خوراک شام رسید. همه چیزهای ضروری آن الکی برای شما به قدر امکان بهتر تا جایی که قدرت داشتیم آماده کرده شده است. با آنجا روید و به ما نصف نان پخته را فرستانید. آن را هم برای شما و هم برای ما فراوان تیار کرده اند. به ما چاشنی و نوشاکی ها نفرستانید. آنها را به قدر کافی در اختیار داریم. شما گرکنیان آنها را به خیمه های فرماندهان کلانترین برید. خودتان می دانید که این خیمه ها در کجایند و به همه باقی مانده ها نیز به طور بهترین خدمت رسانید. خودتان در جایی که براحت تر باشد خوراک خورید. خیمه های شما ضرر ندیدند و در آنجا نیز همان خوراک شامی که برای این آدمان پخته شده است آماده می باشد. در خاطر دارید که ما خودمان پاسبانی شبانه را بیرون از اردوگاه به عهده می گیریم. محافظت خیمه ها باشد به دوش شماست. سلاح ها را در جای موافق گذارید، زیرا آنهایی که حالا در خیمه می باشند هنوز به دوستان ما متعلق نیستند. سپس مادها و آنهایی که همراه تیگران آمده بودند طهارت نمودند. خرقه هایی را که برای آنها آماده کرده بودند تقسیم نموده، آنها برای خوراک شام در جایهایشان نشستند. به اسب‌ها نیز خوراک داده شد. آنها نصف نان پخته‌شان را برای پارس‌ها باقی گذاشتند، ولی می و چاشنی را به آنها نفرستادند، زیرا باوری داشتند که آنها در بساط سربازان کوروش به طور فراوان مهیا است. کوروش باشد هنگامی که در این باره سخن می‌راند در نظر داشت که چاشنی همراه نان باعث گرسنگی پارس‌ها می‌گردد و دریایی که از آنجا روان است برایشان نوشاکی خواهد بود. کوروش جنگاورانش را با خوراک شام سیر کرده، هنگام تاریک شدن روز بسیاری از پارس‌ها را
به کمینی گرد و اطراف اردوگاه فرستاد و آنها را به گروه‌های 5 گانه و 10 گانه تقسیم کرد. به ذمه آنها چنین وظیفه گذاشته شده بود: در صورت نزدیک آمدن دشمن وظیفه پاسبانی را به جا می آوردند و اگر کسی از اسیران با خود اشیای قیمتبها گرفته گریختنی شود، آنها باید این گریزه ها را دستگیر کنند. و همین طور هم شد. بسیاری از اسیران از اردوگاه گریختنی شدند، ولی همه آنها به دست افتادند. کروش اشیای گرانبها را به آن سربازانی داد که فراریان را دستگیر کردند و فرمان داد که خودی فراریان به قتل رسانیده شوند. بعد از این حتی اگر خواهش بسیار می داشتند هم پیدا کردن شخص آسان نبود که شبانه حیاتش را زیر خطر مانده از اردوگاه خارج شود. پارس‌ها چنین رفتار نمودند. مادها باشند، از ضیافت لذت می بردند، می می نوشیدند، نی می نواختند و به لذت‌های دیگر مشغول بودند، چون که در اردوگاه آنقدر غنیمت جنگی زیاد جمع شده بود که می توانست آدمانی را به خود جلب نماید که بیدار ماندن می خواستند. در همان شبی که کروش با لشکر خود به محاربه می رفت که اکثر شاهیمادها با آنهایی که در یک خیمه همراه او بودند عیش و عشرت داشت و غلبهشان را جشن می گرفتند. او صدای بلند را شنیده گمان داشت که به استثنای چند نفرشان باقی مانده مادها در اردوگاه قرار دارند. در حقیقت باشد غلامان مادها از رفتن خواجگانشان به محاربه استفاده برده به مصشوی بی حد راه داده و صدای بلند می برداشتند. با آن عامل نیز مساعدت کرد که در اردوگاه آشوریان می و چاشنی‌های زیاد دیگری غنیمتی جمع شده بود. وقتی که صبح روز دیگر کسی به نزد در خیمه شاهانه حاضر نشد غیر از آنهایی که همراه با شاه ضیافت داشتند و که اکثر شنید که در اردوگاه عموماً سواران مادها نیستند و به بیرون برآمده خودش به آن باوری حاصل کرد. هم بر کروش و هم به مادها که او را تنها گذاشته بودند سخت خشمگین شد. میگویند که کیکسر آدمی بیرحم و بی‌پروا بود. در حال به یکی از شریکان نزدیکش فرمان داد که یک گروه سواره را گرفته زودتر به جانب لشکری کروش رود و به کروش چنین خبر را رساند: من هیچگاه تصور نمی کردم که کروش نسبت به من اینقدر بی اندیشه رفتار می کند و حتی اگر کروش چنین تصمیم گرفته باشد هم من هیچگاه فکر نمی کردم که شما مادها مرا تنها گذاشتن می خواهید. اکنون اگر کروش بخواهد برگردد و اگر او نخواهد شما مادها باید فوراً به نزدم بیایید. چنین بود پیامی کیکسر. اما ماده‌ای که فرمانی به جانب لشکری کروش رهسپار شوی را گرفته بود به شاه گفت: جنابم، من چطور آنها را یافته می توانم؟ شما گفتار 34 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.